سود ظلم. از طریق منبر رسول صلی الله علیه و سلم بیان میکنم که کسی که از فرصتها استفاده میکنه به این وضعیت و شرایط امروزی و بر گرده ملت سوار میشه و میخواه از پول ملت بیچاره سرمایه دار بشه، والله العظیم سرمایه دار نمیشه. سرمایه دار نمیشه، ظلم هست. بله، گیرون خریدی، گیرون بفروش برسان. ارزان خریدی، ارزان بفروش برسان. دوران صحابه بودن. دکاندار هر دو یک جنس داره. میای صحابه که چیزی بگیره، برید بگیره، روغن بگیره، یک چیز دیگری بگیره، هر چی که به وقت زمان بوده. این صحابه برای از این مشتری چی میگه؟ که برادر عزیز، من صبح متوجهم او دکان روبرو همین جنس داره ولی تا به حال سودا نکرده. برو از اون برادر ما بس کن که او همین برو سودا. من شما کنید پیام صحابه، پیام ابوبکر و عمر و عثمان. برادر گریه میکنه که یک گوشی برای تو این دکان کش میکنه، رسه میکنه، برو برای خدا. این کافره که دروازه دکان تو آمده؟ یا تو صاحبی که به آخره همه در رم بده تو نمونده که برای طرف ذره طرف عوضی که در همین فرصتی که سختی آمده، مشکلات آمده، تو با الله تجارت کنی. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت ان تنجیکم من عذاب الیم. یک مرتبه کارش رو با الله تجارت کنی، یک مرتبه با الله تجارت کنی، بگید همین روغن و برنج به 500 افغانی گریفتم، به 300 افغانی میدم در راه الله برای فقرا و مستضعفین و بینوایان. به این نکته اول. دوم، ظالمین دیگر به شما معرفی کنم، افراد و اشخاص فقیر. بعضی از فقرا خود به 10 جا و 20 جا ثبت نام میکنن و کمک جمع‌آوری میکنن. یک فقیر 5 بوجی، 6 بوجی، 10 بوجی برنج و خونه خداره، هنوز هم میگرده به این طرف و این طرف که برای ما کمک بشه. این ظالم. پس بناهن او افراد و اشخاصی که از این فرصت ها استفاده میکنن، استفاده سو. دلار رفت 130 نخل روندن بالا، دلار آمد 102 نخل پایین نمیکنن، اینها ظالمن. فقیری که در خانه خود آذوقه خود داره و میره جای یک فقیر بینوا و بیچاره جگر میگیره، این فقیر هم ظالم. ما باید متوجه باشیم، ظلم رو بفهمیم، ظالم رو بشناسیم. عزیزان و بزرگواران، صلوات ادامه بحث ظلم و انواع ظلم و عاقبت ظالم انشاءالله هفته آینده، گرچه دعاها زیاد هست. یک اشاره مختصر، یک تبلیغات سوری از طرف دشمن در این هفته شده بود که منبر بازرگان ممنوع شده و بالآخر فلانی رو منع کردن که دیگه صحبت نکنه و بالآخر یک روشنایی نیست. تبلیغات سو شما خبر دارید که از طرف دشمنان اسلام به این 20-21 سال اینجا تبلیغات سو 21 سال میشه. 2001 در این منبر مصروف دعوت و ارشاد تا الان به 2021 یعنی 21 سال. تاریخ میلادی بکنم به خاطر 21 خوب برابر. به 21 سال تبلیغات مسئول شد. از هر لحاظ تبلیغات کرد. فلانی مکر، فلان کشور، فلان جابی آخیر، فلانی و اینها. هر نوع تبلیغات، تهمت، توهین، تهدید. بعضی از برادرها تماس گرفتن، زنگ زدن، حساس شده بودن. خب از هم عزیزان، از علما، از مشایخ، از خارج و داخل، از همه عزیزانی که تماس گرفتن تشکری میکنم. این میخوام اشاره کنم. اول این مسئله دروغ بود، تبلیغات دشمن بود، تبلیغات سود بود، تبلیغاتی بود که بالآخره مردم اینها متزلزل. میخوام این نکته اشاره کنم. الحمدلله الان حکومت اسلامی داریم. حکومت اسلامی یعنی چه برادران عزیز و بزرگوار؟ حکومت اسلامی یعنی همه ما گوش به فرمان امیر. وقتی میگه امارت در رأس خود امیر داره. در رژیم گذشته اگر کسی می آمد به طرف این منبر چپه نگاه میکرد چشم رو میکشید. نعره تکبیر! به خاطر اینکه قبول نداشته
رژیم سرنگون کن از بین الحمدلله فضل الله لطف الله. یکی از نعمت‌هایی که خدا به حضرت موسی بیان می‌کنه که ای موسی ما به تو وقتی که از نعمت‌ها یاد کن یک نعمت این یاد کن که تو با چشم خود نگاه می‌کردی که ما فرعون و فرعونیان را غرق کردیم. نمردیم زنده بودیم که با چشم خود دیدیم که فرعون و فرعونیان هلاک شدن و نابود شدن و الان حکومت اسلامی و امارت اسلامی اگر از طرف بزرگان امارت اسلامی خب یک روز یک توضیح می‌آید جناب خطیب صاحب شما برای فعلا خطابت ندید یک طالب العلم هم که بفرستند طالب العلم ابتدایی بفرستند اصلا قوتدار سن چشم ما می‌پذیریم قبول می‌کنیم والله العظیم یک طالب العلم قدیر بیارن اینجا تعیین کنن خودم میام پشت سر اقتدا میکنم نماز میخونم بدون از این ما دغدغه‌ای داشته باشیم. وقتی حکومت اسلامی است دیگه این ما این حرف به این واسطه اشاره میکنیم که سکولارهای بیدین و ملحدین این آرزو و ارمان مگر به گور بودن که بین علمای ربانی و حکومت اسلامی اختلاف ایجاد بود. بزرگان امارت اسلامی که جناب خطیب این طالب العلم ابتدایی معرفی کردیم به عنوان خطیب او میره در میرا ما پشت سر اقتدا میکنیم دیگه اینجا بحثی نیست. دعوت به خاطر الله دعوت کردیم به خاطر الله تبلیغ شده به خاطر الله اینجا جایی نیست انسان موقف و شهرت طلبی و اینا داشته باشه. یا الله پروردگارا تو این دعوتی که به 20 سال 21 سال بیشتر یا کنی برشان تو از ما بپذیر قبول کن مهم قبولیت الله است. به 21 سال خطابت که اینجا شده نه معاش نه خانه مسجد برسنه نه برق مسجد به خانه منه نه مدر مسجدیه که به آخره همین از این منبر غیر از مسئولیت همین کوهایی که نمیدیم به اطراف همین کوه هم سرشون آن گذاشته همین کوه سرشون آن گذاشته همین متعملی که بزرگان برن برو کنار برو مسئولیت عظیم و بزرگی از شما ها رو برداشته میشه در حالتی که از بزرگان امارت تا به آخر بزرگ و همه با این و اینها در تماس شدن این تبلیغات سوق و بالاخره از کجا پخش شدن دشمنا و بالاخره پخش کردن از هر طرف و بالاخره شایعات و اینها. من به این واسطه اشاره کردم که این مسئله حساسیت نداره عزیزان و بزرگواران. وقتی ما میگیم حکومت اسلامی وقتی ما میگیم بیعت وقتی ما میگیم السمع و الطاعه تا زمانی که امارت اسلامی در چوکات اسلام روان باشه ما جان خود فدای حکومت اسلامی میکنیم. اما اگر از دایره اسلام باز بیرون بشه خب واضح و مشخصیه که دیگه اون وقت مورد پذیریش من هیچ فردی نیم باز اون وقت قرآن و شریعت با اینها بحث این تشکیشی در دلت کاملا از ذهن خود برادرها بیرون کنند. تبلیغات دشمن بوده تبلیغات سوی بوده و بالآخره همه در فضای مجازی و اینها سکولارها و بیدینها و اینها به راه انداختن. الله سبحانه و تعالی دشمنان این سرزمین هدایت کنه. اگر قابل هدایت نیستن اونها را خار و ذلیل کرده محو و نابود هم بگردانه. پروردگار عالم حکومت اسلامی ما و شما مستدام با دوام و موافق به کتاب الله و سنت رسول الله و شریعت غرای محمدی داشته باشه. الله سبحانه و تعالی در بزرگان امارت اسلامی توفیق بده که همیشه به فکر این باشد که آرزوی شهدا آرمان شهدا و هزاران عالم دین که شهید شده آرزویشان این بوده که در این سرزمین حدود الهی جاری بشه و شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم در این سرزمین پیاده باشه. بار الله پروردگار این جمعیت مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده.